سیارک‌ها، آتشفشان‌ها و کمبود اکسیژن. اینا فقط تعداد کمی از تهدیدایی بودن که میتونستن حیات رو برای همیشه از روی زمین محو کنن. اما جلوی همه این تهدیدها انسان تونست زنده بمونه. ولی چطور از مولکولای کوچیک به تسلط روی کل زمین رسیدیم؟ فقط چند دقیقه از وقتتون رو به من بدید تا سفری هیجان انگیز در مورد تکامل انسان داشته باشیم. 4.5 میلیارد سال پیش یه اتفاق باور نکردنی افتاد. نه، منظورم بیگ بنگ نیست. باورتون بشه یا نه، این ماجرا از اون هم شگفت انگیزتره. دارم راجع به آبیوژن صحبت میکنم. آبیوژنز یعنی آغاز حیات از ماده بیجون. بگید ببینم یه سوپ چطوری درست میشه؟ گوجه فرنگی، رشته، آب و هویج. هر کدوم از اینا یه ماده جداست، اما وقتی ترکیب میشن یه چیز جدید میسازن. درسته؟ حالا یه سوپ شیمیایی رو تصور کنین از آمونیاک و متان و هیدروژن در ترکیب با آب جوشان. به جای ادویه، زمین عزیز ما احتمالاً مقداری گوگرد و نیکل و آهن هم بهش اضافه کرده. تو طول میلیون ها سال این مواد همه با هم تو دل آب ترکیب شدن و زنجیره‌ای از اسیدهای آمینه مثل لیزین، لاکتیک اسید و اوره رو ساختن. خب حالا ممکنه براتون سوال بشه که خب که چی؟ چند تا ماده شیمیایی رو با هم ترکیب کردیم و همین کافی بود؟ باید بگم این سوال توی دهه 1950 به ذهن آقای میلریوری هم رسید. اون با آزمایشی نشون داد که وقتی گازهایی مثل آمونیاک، هیدروژن و بخار آب و متان رو در معرض جرقه‌های الکتریکی قرار بدیم، خود به خود اسید آمینه ها ساخته میشن. توجه کنید، خود به خود. اسید آمینه ها هم به هم متصل میشن و پروتئین ها رو میسازن و این میشه یه نقطه کوچیک برای آغاز حیات. انقدر این ترکیبا ادامه پیدا کرد تا اینکه لوکا متولد شد. آخرین جد مشترک جهانی انسان‌ها، حیوان‌ها، قارچ‌ها و درخت‌ها. همه ما میتونیم ریشه وجودیمون رو به این موجود تک‌سلولی کوچیک نسبت بدیم. 3.5 میلیارد سال پیش قبل از اینکه انسان‌ها وارد صحنه بشن، یه عنصر اساسی نیاز بود. بله، اکسیژن. تو اون زمان جو زمین پر از نیتروژن و هیدروژن و بخار آب و دی اکسید کربن بود. ولی هنوز اکسیژن آزاد در حدی که برای حیات کافی باشه وجود نداشت. تا اینکه تک‌سلول‌هایی به نام سیانوباکتری‌ها هم وارد صحنه شدن. اونا باکتری‌های فتوسنتز کننده بودن، یعنی نور خورشید رو می‌گرفتن و اکسیژن آزاد می‌کردن. در واقع اونا بودن که شرایط رو برای ظهور موجودات پیچیده‌تر مهیا کردن. میرسیم به 1 میلیارد سال پیش، زمانی که زمین دستخوش تغییرات بزرگی شد و ابرقاره‌های مختلف شکل گرفتن. این ابرقاره‌ها تأثیرات زیادی روی زیستگاه‌های مختلف و نتیجتاً تکامل موجودات داشت. از اونور اکسیژن آزاد توی جو هم رفته داشت بیشتر میشد، ولی هنوز حیات توی مراحل ابتداییش و همه موجودات تک‌سلولی بودن. تا اینکه 550 میلیون سال قبل سطح اکسیژن به حدی بالا رفت که یهو صدها حیوان مختلف و پیچیده تر از تک‌سلولی به طور ناگهانی سر و کله‌شون پیدا شد. درست مثل جوجه هایی که تو شرایط مناسب دمایی سر از تخم در میارن، به محض رسیدن اکسیژن به حد مناسب تکامل دنده عوض کرد. عروس دریایی، کرم‌ها، بندپایان و اسفنج‌ها تنوعشون به قدری بالا بود که بهش میگن دوره انفجار کامبری. به 66 میلیون سال پیش میرسیم. حالا تکامل چند سلولی‌ها به قدری پیشرفت کرده که کلی موجود جور و واجور روی خشکی زندگی میکنن. بین همه اونها دایناسورها حکمران زمینن. اونا تونستن از چند انقراض بزرگ جون سالم به در ببرن، ولی مثل هر چیز دیگه‌ای که یک پایان داره، یه سیارک عظیم به زمین برخورد کرد و دایناسورها رو منقرض کرد. این سیارک به قدری بزرگ بود که برخوردش با زمین کلی گرد و غبار و دود به جو آسمون فرستاد و آسمون زمین رو برای سالها تاریک کرد. با از بین رفتن دایناسورها، پستاندارهای کوچیکی که همیشه زیر زمین زندگی می‌کردند، فرصت پیدا کردن تا بدون رقابت رشد کنن و به طور تصاعدی گسترش پیدا کنن.
این پستاندارای اولیه موجودات کوچیکی شبیه به سنجاب‌ها یا موش‌های درختی امروزی بودند. بعد دایناسورها محیط جنگلی تو طول میلیون‌ها سال گسترش پیدا کرد. پستاندارا هم برای غذای بیشتر مثل میوه و حشرات مجبور شدن که روی درخت‌ها زندگی کنن. زندگی روی درخت‌ها شانس بقا و ادامه نسل رو برای اونها بالاتر هم می‌برد. اینجا بود که مسیر تکامل نخستی‌ها شروع میشه. بالا رفتن از درخت‌ها و گرفتن شاخه‌ها نیاز به انگشت‌های انعطاف پذیر داشت. چشم‌ها باید رو به جلو می اومد تا دید عمیق‌تری داشته باشن موقع پریدن بین شاخه‌ها و برای گرفتن اشیا به جای چنگال ناخن نیاز بود. همینطور یه مغز بزرگتر، چون برای زنده موندن باید سریع تصمیم می گرفتن. میلیون‌ها سال بعد انگشت شست مخالف برای گرفتن بهتر اشیا، چشم‌های بزرگتر و دید رنگی، همینطور هوش بالاتر اونها رو خیلی شبیه به میمون‌های امروزی کرد. اما زمین چرخید و چرخید و چرخید و تغییرات زیادی دوباره تو میلیون‌ها سال بعدی به ارمغان آورد. جنگل‌های گرمسیری که محل زندگی این نخستی‌ها بود شروع به تغییر کرد. این تغییر باعث شد درخت‌ها و پوشش گیاهی کمتر بشه و حیات روی زمین به سمت فضاهای باز حرکت کنه. برای میمونا انتقال به زمین و زندگی روی سطح اون یه مرحله ضروری بود و اینجوری بود که دسته‌ای از میمون‌ها به نام کپی‌ها تکامل پیدا کردند. گونه‌ای بدون دم با مغز بزرگتر و زندگی اجتماعی‌تر. در نهایت هم نتیجه این تکامل چند میلیون ساله به هوموها رسید. با اینکه هوموها یک گونه جدا بودن، هنوز خیلی شبیه به کپی‌ها بودن. حتی همین حالا هم اگرچه من و شما یک گونه متفاوتیم، اما 98 تا 99% از ژن‌هامون با شامپانزه‌ها مشترکه. شاید اسم لوسی رو شنیده باشید. یه هوموی 3.2 میلیون ساله از اتیوپی. مغز اون کوچیک بود، در حد مغز شامپانزه. اون دستای بلندی داشت که نشون میداد احتمالاً گاهی زمانش رو بین شاخه‌های درخت سپری میکنه. اما چیزی که لوسی و هم نوعاش رو از بقیه میمون‌ها جدا میکرد راه رفتن روی دو پا بود. خب حالا چی شده بود که اونا روی دو پا راه میرفتن؟ همونجور که گفتم با عقب نشینی کردن جنگل‌ها، کپی‌ها زمان زیادی رو توی دشت‌ها برای پیدا کردن غذا میگذروندن و روی دو پا راه رفتن به اونها دید بهتری میداد. 2.6 میلیون سال پیش انسان‌های اولیه کم کم شروع به پیشرفت کردند. مغز اونها به تکامل بیشتری رسید و این بهشون امکان داد که ابزار بسازن. گونه‌ای که پشت این پیشرفت بود هومو هابیلیس بود. دانشمندان معتقدند که این انسان‌های اولیه شکارچی‌های جسوری نبودند. اونا احتمالاً بیشتر لاشه‌خوار بودند و از بقایای شکار ببر دندون خنجری تغذیه می‌کردند. چون اون ابزارها فقط به درد تکه کردن لاشه و شکستن استخوان‌ها می‌خورد. اگر خوششانس بودن ممکن بود گوشت نصیبشون بشه، اما بیشتر وقتها غذای اصلیشون چیزی جز گیاها نبود. اینکه انسان‌های اولیه چندان نترس نبودن جای تعجبی نداشت. زندگی تو اون دوران خیلی خطرناک بود. فسیل‌های مربوط به 1 تا 2 میلیون سال پیش نشون میداد خیلی‌هاشون سرنوشت هولناکی داشتن. میرسیم به 800,000 سال پیش. حالا انسان‌های اولیه مهارت‌های ارزشمندی رو یاد گرفتن. مهارتی که شاید مسیر تاریخ رو تغییر داد. اونا یاد گرفتن آتیش بسازن و کنترلش کنن. پس تونستن خودشونو گرم کنن. شکارچی‌ها رو بترسونن و گوشت رو بپزن. مصرف گوشت زیاد خودش یکی از دلایلی بود که باعث شد مغز اونها بزرگتر بشه. از طرفی چون حالا گوشت پخته نرمتر و راحت‌تر جویده میشد، به مرور فک اونها کوچیک‌تر هم شد. 400,000 سال پیش، زمانی که انسان‌ها به آتیش و غذا دسترسی داشتن، دنبال سرپناه بهتر گشتن. اونا دیگه نمیخواستن توی غارهای تاریک و نمور زندگی کنن، پس تصمیم گرفتن خونه بسازن. قدیمی ترین ساختمون ثبت شده که از اون سند تاریخی داریم مربوط به 400,000 سال پیش تو فرانسه امروزیه. تو همین دوران یه گونه کلیدی یعنی هومو هایدلبرگنسیس وارد صحنه شد. اینا جد انسان خردمند و نئاندرتال ها حساب میشن. بین 300 تا 400,000 سال پیش گروهی از این هایدلبرگنسیس ها از آفریقا به اوراسیا مهاجرت کردند. یه شاخه به سمت غرب و اروپا رفتن که به نئاندرتال ها تبدیل شدن، یه شاخه هم به سمت شرق و آسیا مهاجرت کردن که به دنیسوواها تبدیل شدن.
150,000 سال پیش تو آفریقا یه تکامل مهم اتفاق افتاد. از هومو هایدلبرگنسیس به هومو ساپینس یا انسان خردمند. با بررسی فسیل ها میشه تغییر فیزیکی تو اونها رو دید. هومو هایدلبرگنسیس ابروهای برجسته تر و صورت پیش آمده تری داشت، اما هوموساپینس ها جمجمه گرتر و پیشونی بلندتر. یکی از دلایلی که اسم اونها انسان خردمنده این بود که اونها به خودآگاهی رسیده بودن. اما چطور؟ لوکایی که اول ویدیو بهتون گفتم و یادتون هست؟ یکی از بیشمار تفاوت‌هایی که بین انسان خردمند با این دوست قدیمیمون لوکا وجود داره اینه که لوکا فاقد خودآگاهیه. ما آدما حالا میدونیم که مغز انسان چجوری طی میلیون‌ها سال تکامل پیدا کرده و میتونیم توضیح بدیم چطور توانایی حل مسئله، زبان و تعاملات اجتماعی در ما شکل گرفته. اما جهش ما به سمت خودآگاهی هنوزم یه معمای بزرگ حل نشده است. بذارید بیشتر توضیح بدم. خیلی از حیوان‌ها هوش دارن، میتونن مشکلاتشون رو هم حل بکنن و حتی احساسات هم نشون میدن، اما به نظر نمیرسه که اونها مثل ما بتونن خودشون رو درک کنن یا در مورد وجودشون فکر کنن. چیزی که برای انسان‌های خردمند ممکن شده بود. بعضی از محقق‌ها و روانشناسا میگن خوردن بعضی از قارچ‌های روانگردان تونسته بود الگوی مغزی اونها رو تا حدی تغییر بده که تجربه‌های معنوی و شناختی رو به دست بیارن تا اونها رو به سمت خودآگاهی سوق بده. به هر ترتیب میرسیم به 74,000 سال پیش. یه آتشفشان بزرگ توی جزیره سوماترای امروزی فوران کرد. یکی از بزرگترین فوران‌های تاریخ زمین. این باعث انتشار مقدار زیادی خاکستر و گاز سمی به جو زمین شد، جوری که زمین به مدت چند سال دیگه رنگ نور خورشید رو هم ندید. شرایط آب و هوایی جهان تا جایی تغییر کرد که باعث کاهش بارندگی توی آفریقا شد. انسان‌های خردمند به مرز انقراض رسیدن. اونا مجبور به مهاجرت شدن. پس اونا برای پیدا کردن منابع جدید به اروپا و آمریکا و آسیای امروزی رفتن. وقتی به 12,000 سال پیش میرسیم به نقاط عطف بزرگی رسیدیم. انسان شروع به تلاش برای کشاورزی کرده. شروع به گله‌داری بز و گاو. با تبدیل شدن انسان به کشاورز رشد جمعیت هم بالا رفته و در نهایت 250 سال پیش انقلاب صنعتی شروع شد. دنیای ما از روستایی و کشاورزی به شهری و صنعتی تبدیل شد و حالا مشغول کشف فناوری‌های جدید و سفرهای فضایی هست. کی میدونه؟ شاید آینده برای ما خیلی متفاوت‌تر باشه.